ساکنان مهنت دوست، وطن دوست و بناموس دهه ایمز، شما را با فرارسی جشن با شکوه نوروز بین المللی صمیمانه تبریک می نماییم. باعث افتخار است که ساکنان شرفمند دهه ایمز امسال چهاربینی نوروزی را با روحیه بلند ایدانه، حس وطن دوستی و همبستگی به درجه خیلی بلند برگزار نمودند. این نشان می دهد که مردم دهه به فرهنگ و سنت‌های ملی خود احترام زیاد دارند. نوروز رمز احیای طبیعت، آغاز زندگی نو، دوستی، مهر و محبت و فیض و برکت می باشد. بگذار این جشن باستانی به هر یک خاندان شما سلامتی روزگار آباد، بخت و سعادت و برکت زندگی آورد. آرزومند آنیم که در این ایام مبارک در هر خاندان دهه ایمز فضای صلح و آسایشتگی، فیض و برکت و خوشبختی حکم فرما باشد. بگذار بهار نو به زندگی هر یک شما کامیابی ها، دستاوردهای نو و روزگار پرسعادت عطا نماید. امروز وقتی که ما در این میدان ایدانه جمع آمده ایم و چهره های شاد و خندان دوست رویکان را می بینیم، به اختیار از صلح و ثبات وطن عزیزمان شکرگزاری می کنیم. زیرا محض با شرافت صلح و آرامی ما می توانیم چنین جشنهای زیبای ملی را با شکوه و شهامت برگزار نماییم. چقدر خوش است که امروز مردم با روح بالیده، مهر و محبت و احترام یکدیگر نوروز را تجلیل می کنند. این همه نشانه وحدت، دوستی و همدیگر فهمی مردم ماست. به سبب نیست که پیشوای معظم ملت بارها تاکید نمودند وحدت ملی و صلح و ثبات بزرگترین دستاورد خلق تاجک می باشد. ما باید همیشه شکرگزار باشیم که در چنین فضای آرامی و امنیت زندگی می کنیم. بگذار این صلح و آرامی جاودانه باشد و جشن نوروز همیشه به خاندان ما فیض و برکت، دوستی و مهر و محبت. نوروز آمد به ملک ما باز، با نور و صفا، با شادی و راز. باغ و چمنان گشتند گلزار، آمد به دلها امید بهار. و یا خداوندی زمین و آسمان، تا به نوروزی دیگر ما را رسان.